سلام، این هفته در آفساید میخوایم واکنش‌های اقتدارمدارانه سپاه پاسداران نسبت به اقدامات اخیر آمریکا رو زیر ذره‌بین ببریم. البته برای کسانی که اخبار ایران رو با دقت دنبال میکنن ممکنه این سوال پیش بیاد که کدوم واکنش؟ چون هنوز واکنش جدی از طرف سپاه دیده نشده. اما اتفاقا همین لالمونی هم یه نوع واکنش محسوب میشه. به طور خاص وقتی واکنش‌های فرماندهان سپاه رو در دوران پسا پاره کردن برجام با واکنش‌های دوران ما قبل پاره کردن برجام مقایسه می‌کنیم. در این صورت به تفاوت‌های خیلی جالبی برمی‌خوریم. برای مثال یه زمانی فرمانده بسیج صحبت از لشکرکشی به واشنگتن و محاصره نیروهای آمریکایی می‌کرد. من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن. خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاد اینجوری حل و فصل کنیم. واقعا اینجوری هست. با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ اصلا همه جا در محاصره ما هستن. فکر نکنید که این قسمت طنز برنامه تلویزیونشون هست یا اینکه این تنها مشنگیه که از این حرف‌ها زده یا اینکه نه اصلا از دستش در رفته. اصلا اینطور نیست. فرمانده بالاتر از این هم تو مشنگی با این کورس میذاشت. آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند. اگر از پایگاه‌های هوایی روی زمین استفاده می‌کنند، آنها به آتش کشیده خواهند شد. اگر هواپیماهای اونها می‌خوان در آسمان پرواز کنند، بدانند تمام طبقات و سقف‌های مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد. ما هشدار میدیم به خلبان‌های اونها که اولین پرواز آخرین پرواز خواهد بود. البته گفتن این حرفا از سلامی اصلا عجیب نیست، چون توی تقسیم کارشون توی سپاه این از قضا مسئول گفتن همین خالیبندیاست. آتش میزنیم و هیچ کس سالم نمیمونه و آسمان سراسر آتش خواهد شد و حالا این همون سپاهیه که یه پهباد رو بالای بیت خامنه‌ای نتونست بندازه. اما فصل الخطاب این تهدیدات مال پاسدار جعفری بود که بعدش 4 ستون ارتش آمریکا شروع کرد به لرزیدن. آمریکا مطمئن باشد هر چه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را بر ایران بیشتر کند، حجم موشک‌ها را دشمنان ما انبوه‌تر و برد و دقت موشک‌ها را قطعاً بیشتر خواهند دید. برای اینکه این حرفا در حد حرف نمونه و دشمن حساب کار دستش بیاد که اینا فقط حرف نیست، یه مانورم برگزار کردن که توش یک ماکت ناو که خیلی از ناوهای هواپیمابر آمریکا پیشرفته‌تر بود رو منهدم و تسخیر کردن علی برکت الله. 400 راکت به سمت شناور شلیک می شود. یگان ویژه عملیات سپاه یا همان تفنگداران دریایی ایران اسلامی عملیات تصرف شناور را آغاز می کنند. البته این صحبت‌ها و مانورها بیشتر آدم رو یاد مانور توپ ناصرالدین شاه میندازه که توی اولین شلیک جلوی شاه ترکید، خدمش رو کشت. بعد فراشای شاه بهش گفتن قبله عالم، توپی که اینجا اینقدر از خودی تلفات میگیره ببین که چه بلایی سر دشمن میاره. حالا از تهدیدات نظامی که بگذریم، پاسدارهای کت و شلواری هم توی لاف و گزاف چیزی کم نمیذاشتن، مثل این پاسدار عراقچی که سرنوشت برجام رو اینجوری پیش بینی میکرد. اون سوال منو فقط پاسخ بدید. اونم جواب میدم. آمریکا هزینه پرداخت خواهد کرد برای خروج از برجام؟ حالا اگر آقای ترامپ یا اگر هر کسی دیگه میدونست که از برجام خارج بشه هزینه پرداخت نمیکنه تا حالا این کار کرده. از اونجایی که هرگز پیش بینی نمی‌کردند که چنین اتفاقی واقعاً بیفته، برای روحیه دادن به بسیجی‌ها خامنه‌ای هم یه قپی اومد که اگر پاره کنید ما آتش میزنیم. لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا همجایی دارن تهدید میکنن، این پاره میکنیم نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. اینقدر مطمئن بودن که طرف پاره نمیکنه که یه مشت بسیجی رفتن برای این حرف خامنه‌ای ترانه خوندن و کلیپ هم درست کردن. پاره کن کاغذ برجام که آتش بکشیم.
شمشیر از جلوه آرش بکشیم، پاره کن کاغذ برجام که آتش بکشیم. اما طنز ماجرا از اونجا شروع شد که روز 18 اردیبهشت برجام پاره شد و همه منتظر بودن که الان نقدی واشنگتن رو محاصره کنه، سلامی موشک بزنه، علی خامنه برجام رو آتیش بزنه. اما از اون روز که چند هفته تا الان گذشته، دریغ از روشن شدن یه فندک. سلامی هم که توی سپاه خودش یک حسین دوربینی محسوب میشد، الان یه ماهی شده که اصلا دوروبر هیچ میکروفونی پیداش نشده که این یا نشون دهنده اینه که از شدت ضربه سرگیجه گرفته یا احتمال دق کردنش هست. سکوت یا نشانه بهت، حیرت یا اینکه هلاکت او، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. چون همین وضعیت بلا تکلیفی الان به بدنه نظام هم منتقل شده. ما پیش از این گفته بودیم که چنانچه آمریکا برجام رو پاره کنه ما اون رو آتش خواهیم زد و ما هم در واقع الزامی نداریم که به تعهدات خودمون پایبند بمونیم، ولی پس از این اتفاق حرف دیگری زدیم و حرف از این شد که چنانچه اروپایی‌ها تضمین بدن ما برجام رو ادامه خواهیم داد. بله، همون خامنه‌ای که دنبال آتش زدن برجام بود الان ظریف رو شال و کلاه کرده که بره از اروپایی‌ها تضمین بگیره. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکتتون رو ادامه بدید. تضمین به دست بیارید، ولی فردا اینا هم همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد به شیوهی دیگه. در مورد اینکه اروپایی‌ها چقدر احتمال هست که تضمین بدن هم زیاد چشمانداز روشن به نظر نمیرسه. حداقل جوادشون این نظر رو داره. نه اینکه ما بگیم ما تمام تعهداتمون رو داریم، حالا شما تضمین بده. چی تضمین بده؟ اروپا نه توان داره نه خواست داره. خیلی از مسائل بیرون قدرت اروپاست. پس ما اصلا طرح این که اروپا بیاد تضمین بده در قشنگی نیست. حالا سوال و مشغله اصلی بدنه نظام این شده که این ماجرای برجام چی بود که این همه سال همه رو دنبال خودش کشوند؟ بالاخره چی گیر نظام اومد؟ این روحانی و دار و دستش چه دفاعی دارن که بکنن؟ دید ما برای الان توجیه دستاوردهای برجام برادران عزیز ما در دولت به منافع متافیزیکی پناه بردن. مثلا میگن که ما معلوم شد آمریکایی‌ها خیلی بدن. خب به درکی که معلوم شد بدن، ما باید این همه هزینه بدیم که تازه معلوم شد آمریکایی‌ها بدن. کی گفت اصلا خوبن اینا؟ کی بنا بود خوب باشن؟ یا مثلا میگن حالا معلوم شد که ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. خب همین نهادی که تحت گزارش به نفع ما داشت 100 تا گزارش علیه ما قبلا داده بود، 50 تا دیگه هم داده نزدیک میده. خب این ببینید اینا پناه بردن به یک جور مباحث سوپرنچرال برای اینکه یه چیز خیلی ساده معمولی رو ما توجیه کنیم. بله، پس حالا که برجام پاره شد و معلوم شد که دستاوردهاش هم همش سوپرنچرال یعنی فراتبیعی بوده، نه تنها خبری از موشک و لشکرکشی و آتیش زدن نیست، بلکه تو مجلس دارن صحبت میکنن که بریم تو کنوانسیون FATF. حالا FATF چیه؟ اونجا برن چی باید بدن، چی باید بگیرن؟ این که ما فکر بکنیم اگه عضو این شدیم چرخه دلار به روی ما باز میشه و چرخه مالی باز میشه، این خیال خامیه. برای اینکه ما عضو خیلی از کنوانسیون ها هستیم، الان به همون کنوانسیون ها ما رو تحریم میکنن. این نیست که اگه ما عضو این شدیم دیگه امریکا حق نداره ما رو تحریم بکنه، دیگه ما میریم سویفت برای ما باز میشه یا گردش و دلار برای ما آزاد میشه. از نظر اینها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما یعنی یک سازمان تروریستی. از نظر اینها چه کسانی تروریستن ما اینا رو باید استرداد بکنیم، محاکمه بشن. محسن رضایی، سردار جنگ، دکتر ولایتی، سردار وحیدی، حاج قاسم سلیمانی، اینها میشه مصادیق تروریست از نظر این کنوانسیون. ما باید اینا رو بدیم. یعنی سپاهی که اگر میرفت توی لیست قرار بود تمام دنیا رو با آتیش بکشن، اگر این معاهده رو امضا کنند خودشون میبرنش توی لیست و طبق گفته این نماینده
در راستای نرمش قهرمانانه باید حاج قاسم هم چند وقت دیگه کتبسته تحویل بدن. البته بعد از گرفتن تضمین از اروپایی ها. حالا بعضی از اینا هم هستن که فراتر رفتن و پیام‌های خیلی جدی‌تری از پاره کردن برجام گرفتند. اینها خارج شدن با این منطق که ما فشار رو روی ایران افزایش میدیم، از برجام میایم بیرون، فشارها رو گسترش میدیم بر علیه ایران که بتونیم حکومت ایران رو سرنگون کنیم. اگر سرنگون شد که چی؟ صورت مسئله حل شده. اگر سرنگون نشد، اون وقت به خاطر اینکه ایران ضعیف شده خودش میاد پای میز مذاکره. تجربه ماقبل و مابعد پاره کردن برجام یک بار دیگه ثابت کرد که قمپس‌ها و مانورهای پوشالی فرماندهان سپاه از اینکه شهر موشکی داریم و آتیش میزنیم و اینا فقط تا وقتی مطرح میشه که قضیه جدی نباشه. همین که چوب قاطعیت بالا بره مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنن و ظریف رو با یک کاسه گدایی میفرستن این بر اون ور که تو رو خدا تو برجام بمونید. وقت بخیر و خدا نگهدار.